بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد حضرت حق که اگر دم زندگی بخش او نبود از این نی بیجان آوایی برخاسته نمیشد. درود مجدد به شما بزرگواران و عاشقان نور آگاهی. این 4مین جلسه از سلسله جلسات تحول و تعالی معنوی هست و با توجه به زنجیروار بودن آگاهی های این جلسات از شما تقاضا دارم قبل از شرکت در این جلسه ابتدای جلسات قبل رو حتما گوش کنید. در جلسه قبل ما با معنای آفرینش و تجلی آشنا شدیم. همچنین آگاه شدیم که این جهان هستی، من و شما و هر آنچه که هست همگی تجلی یک وجود یگانه و بی نهایت است. هر چه که در هستی میبینی نه که مخلوقاتش بلکه تجلی خود اویند. یعنی این جهان ماده ظهور همون خداست که مرتبه ظهوریش این شکلیه. آیا شما میتونید بگید موج یه چیز جداست، دریا یه چیز جدا؟ نه. موج رو ما بهش میگیم موجی نیست. خود دریا وقتی میاد بالا چون دارای شکل و فرم میشه، ما اسم همین دریا رو در اون مرتبه میذاریم موج. این دریا وقتی مواج میشه و شکل و فرم‌های مختلف به خودش میگیره و در واقع اون حالت به خودش میگیره و شکل و فرم‌هاش با هم فرق میکنن، در اون مرتبه ما میگیم اینا موج. اما در حقیقت هیچ موجی نیست. این خود دریاست. این جهان هم به همین شکل و فرم گرفتن اون حقیقت بی شکله. اصلا کسی جز حضرت حق در این هستی نیست. معنی لا اله الا الله وحده لا شریک له یعنی همین، یعنی هیچ شریکی نداره، هیچ دویی نیست، یک وجوده و تمام، که یکی هست و هیچ نیست جز او. وحده لا اله الا هو. وحدت وجود یعنی همین. درخت و آسمون و زمین و من و تو و اون و سوسک و نمیدونم سوسمار و گربه و هیچ کدوم هیچ وجود مستقلی از خودمون نداریم. ما همه ظهور یک وجودیم. یک وجود خودش رو به اشکال گوناگون ظاهر کرده. اگر اون نبود اینا نبودن. اگر اون وجود نبود ما هم نبودیم. دقیقاً مثل تلویزیون. شما تلویزیون رو از پریز بکش، کل آدما و اشکال و اون اتفاقای داخل اون تلویزیون کلاً محو میشن. هستی خدا رو هم از من و تو و این جهان بگیرن، همه چیز محو میشه. وجود ما وجود حضرت حق. ما نمایش همون وجودیم. ظهور در واقع همون وجود بی شکل هستیم که اینجا دارای شکل شده. پس جهان چیزی مستقل از خدا نیست، چیزی مستقل از اون وجود بی شکل نیست. من و تو هم چیزی مستقل از خدا نیستیم. فکر میکنم الان دیگه خیلی خنده‌دار شده باشه که موقع نیایش سرمون رو بالا بگیریم و به آسمون نگاه کنیم و دعا کنیم. آیا هنوز فکر میکنیم خدای شخصی توی آسمونا که باید سرتو بالا بگیری، گاهی هم داد بزنی بلکه بشنوه؟ گنج دل زمین منم، سرچه نهی تو بر زمین. قبله آسمان منم، رو چه به آسمان کنی؟ خدا از پشت چشمای تو همین الان داره جهان رو مشاهده میکنه. تویی وجود نداره، همش اوست. ما 100 تا آگاهی که نداریم، یه آگاهیه، یه دونه آگاهی مجرده یعنی یک وجوده، تفکیک درش نیست. اگر بگی من آگاهم او هم آگاهی، میشه 2 تا وجود، میشه شرک. یه آگاهیه که خودشو به شکل آگاهی های متعدد داره نشون میده. هیچ فردی و هیچ در واقع چیزی وجود نداره به صورت مستقل به جز اوست که خودشو به شکل چیزها و افراد داره نشون میده. صدها ساله که عرفان همینو داره میگه، یعنی عرفان لپ مطلبش همینه. صدها ساله که متون کهن و باستانی همینو دارن میگن، حتی متونی که باستانی هن و اصلا دینی نیستن و آسمانی نیستن. کتب آسمانی همینو دارن میگن و امروز علم هم دیگه به وحدت هستی کاملا آگاه شده و کتب جدید علمی رو اگر مطالعه بفرمایید دیگه جنس کلام و تحلیلشون یه حالت معنوی داره. ذهن آدماست که در توهم جدایی فرو رفته. در حقیقت از وقتی هم که آدما روی اجزای طبیعت اسم جداگانه گذاشتن، همه چیز متکثرتر دیده شد و بیشتر در توهم جدایی فرو رفتن. گفتن قرارداد می‌بندیم این از این بعد این اسمش باشه درخت، این باشه گنجشک، این باشه مورچه، این باشه سیاره، این باشه آسمون، این باشه زمین، این آدم باشه، این تقی باشه، این رضا باشه، این آرش باشه، اون یکی لیلا باشه. اما نمیدونن که یک وجود واحد داره به شکل تکثرات نشون میده و این نامگذاری های ماست و در واقع دید ذهنه که داره همه چیز رو جدایی از هم میبینه.
و این وجود غیب وقتی ظاهر شد، وجود غیب خودش به حجاب رفت. یعنی این ظهورات شدن حجابی بر روی اون وجود غیب. و روزی که این ظهورات بخوان دوباره محو بشن که در قرآن به قیامت تعبیر شده، اون لحظه خود اون وجود که خودشو به شکل این ظهورات داره نشون میده، این ظهورات و تکثرات رو دوباره به درون خودش میکشه و محو میکنه. یعنی جهان ماده محو میشه، فنا میشه در وجود. روز قیامت که میگن یعنی همین روزی که ماده فرو میریزه، ماده محو میشه درون وجود. چون ماده ای وجود نداره، این وجود مستقل نداره، این ظهور همون وجوده. در واقع ماده رو ذهن ما ساخته، اصلا ماده ای نیست، حقیقت اون وجوده. ماده اصلا وجود مستقلی نداره. انا لله و انا الیه راجعون هم که میگن یعنی همین، یعنی همه وجود اویید، به سمت او هم برمیگردید. وقتی که در واقع اون وجود، اون شعری که میگه چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم برکشد، میگه وقتی اون وجود اون بخواد در واقع خودش رو این مرتبه ظهوری خودش رو در درون خودش بکشه و بخواد خودش بیاد بالا، این مرتبه ظهوری دیگه چی میشه؟ کلن محو میشه که قرآن ازش با نام قیامت یاد میکنه. و خب چرا در قرآن میگه روز قیامت، چرا نمیگه شب قیامت؟ قرآن همش اصطلاحات دوستان. قرآن بسیار کتاب در واقع یه نکاتی توش هست، یک کلیدهایی داره، یک کتابی که هر کس نمیتونه متوجه بشه. و چرا در قرآن میگه جز به خردمندان مثلا این مسئله رو نمیفهمن، جز خردمندان فکر نمیکنن، جز خردمندان معنی آیات رو نمیفهمن؟ قرآن نیاز به تحلیل داره. به همین علتی که الان خیلی قرآن رو اشتباه متوجه میشن و گاهن بدبین هستن نسبت به قرآن. چرا؟ چون معنی و مفهوم و تفسیر درست و واقعی قرآن رو متوجه نمیشن. ببینید روز مثلا در اینجا در این قسمت روز سمبل روشناییه. توی روشنایی همه چی آشکار و واضح دیده میشه. به همین علت وقتی ماده فرو بریزه، اون وجود آشکار، اون وجود حقیقی در واقع آشکار میشه. به همین علت میگن روز قیامت. یعنی همه چیز دیگه مثل روز روشنه. نه به این معنای روز، این یه تمثیله. به این معنا که دیگه حقیقت دیگه میاد بالا. چرا خداوند در قرآن میگه در روز قیامت ما اینا رو از آنچه که کردند آگاه میکنیم؟ اینجوری نیست که ما یه شخصی باشیم اونجا، یه فردی رو صندلی نشسته، بعد میان یه پرده سینما میذارن میگن آگاهت میکنیم تو این کارو کردی. نه، کلا ماده که فرو میریزه، اثر انرژیکی اعمال و صفات ما خود به خود توی اون وجود قابل لمس میشه برای ما. یعنی خودمون برامون آشکار میشه اون کاری که کردیم، که قرآن میاد چی میگه؟ میگه ما اونا رو از اعمالشون آگاه میکنیم. پس به همین شکل وقتی که ماده فرو بریزه، اون وجود حقیقی آشکار میشه و از جنس دیدن نیست ها. اونجا ما هم از جنس دیدن نیستیم، همه چیز یک وجوده و هر کدوم با اثر انرژیکی اعمال و صفاتمون روبرو میشیم. اما ما میخوایم قیامت رو، انا لله و انا الیه راجعون رو توی همین زندگی دنیایی تجربه کنیم و در همین زنده بودنمون در این جهان ماده از همین مرتبه به سمت ذات درونن حرکت کنیم و تجربهش کنیم. اصلا او هم همینو میخواد. یعنی خودش میخواد از طریق انسان خودشو تفسیر بده، خودشو بشناسه. این شناختن به معنی ناآگاهی نیست که بعد بخواد خودشو بشناسه، آگاه بشه، بلکه به معنای تجربه تمامی جنبه‌های وجودی خودشه. یعنی این سیر نزولی که اومده رو در واقع برعکس صعودی برگرده تا تمامیت وجودش به تجربه در بیاد و بست پیدا بکنه و از اون آگاهی اجمالی به آگاهی تفصیلی برسه، از اون حالتی که در اندماج بود به بست برسه. پس اون وجود که از ذات به ظهور رسید به شکل عوالم مختلف انقدر خودش نزول داد که شد این عالم ماده. اما به هیچ وجه از این عوالم جدا نیست، همش ظهور مراتب مختلف خودشه. و این مراتب دوستان، این مراتب رو گمان نکنید از هم جدا هستن. چون ما وقتی میگیم مراتب، یا اون کسایی که مستند دایره خلقت رو دیدن مثلا فکر می‌کنن این مراتب میگیم این مرتبه، حالا این مرتبه، حالا این مرتبه، فاصله است بین اینا. نه، اینجوری نیست. در واقع حقیقت اینه که اون ذات که خودشو به شکل انرژی های ماورایی و بعد به شکل ماده نشون داد، همه اینا یه وجودن. عوالم در هم آمیخته هستن، برای ذهن ما جدا تعبیر و تفسیر میشه. مثل کره، مثلا کره گوسفند دیدید گرده، در حقیقت کره ظهور شیره، کره ای وجود نداره.
کره وجود مستقل نداره، کره تراکم شیره. این کره مرتبه متجسد شده شیره، یعنی اگر زوم کنی روش همش ذرات شیره. یعنی کره و شیر دو چیز جدا از هم نیستن، جفتشون شیرن در دو مرتبه مختلف، اما هیچ جدایی بینشون نیست، هیچ فاصله بینشون نیست. یا مثلا کلاه و شالگردن و پیراهن، آیا چیزی جدای از نخ هستن اینا؟ هر ستاشون نخن. نخی که اومده فرم گرفته. کلاه و شالگردن و پیراهنی اصلا در حقیقت وجود نداره. شما نخ رو از کلاه بگیری اصلا کلاهی باقی میمونه، نخ رو از شالگردن و پیراهن بگیری ازشون چیزی باقی میمونه. به همین شکل هستی خدا رو از جهان بگیری جهانی باقی نمیمونه اصلا. در حقیقت کلاهی وجود نداره، همش نخه. و به همین شکل جهان مادی وجود نداره، همش خودشه، اون وجوده. عوالم و تعینات هم به همین شکل هستن، از ذات تا به ظهور به این شکل در هم آمیختن، یه چیزن، یه وجوده. اون وجود غیب همین الان همین جاست، جای دیگه ای نیست بچه‌ها. ذات همین جاست الان، جای دیگه ای نیست که بخوای بلند شی بری بهش برسی. تمام عوالم همین جان الان، اون ذات همین جاست، جای دیگری نیست. مکان اصلا معنی نداره، مکان مال جهان ماده است. برای ذهن ما اینا جدا تفسیر میشه. ماده مرتبه پایین وجوده، مرتبه سطحی وجوده. روح ما همون وجودی بیکران خداست. یه دود سفید که توی فیلم‌های هالیوودی نشون میدن نیست که از بدن جدا میشه میری هوا. همون وجود الهیه. و این بدن از روح جدا نیست. بدن مرتبه نازله روحه. بدن و کل این جهان ماده در واقع مرتبه نازله آگاهیه، مرتبه نازله وجوده، سطح وجوده، ظهور وجوده. همه چیز در حقیقت یک وجوده به وجوه مختلف. وقتی میگیم تنزل یافتیم ما فکر میکنیم یه جایی بودیم بالا حالا اومدیم پایین، مثلا این تنزل. نه عزیز من، هیچ حرکتی در کار نیست. تصور کن مثلا شاهی گمان کنه گداست، تکون نخوره جاش. یه مثالی هست که خب این مثال دارای نقص هست، اما همینقدر که کمک میکنه بدونید حرکت فیزیکی در کار نبوده بازم خوبه در همین حد. و اون مثال این هست که میگه این جهان و ما تصور خداییم، مثل تصور خداییم. تصور از متصور که جدا نیست دیگه، درسته؟ همش خودشه. این مثال یه مثال انسانیه ها، توش گیر نکنید، اما همینقدر بدونید جدایی در هیچ نقطه‌ای از مراتب وجود نداره. یک وجود همزمان همه مراتبشه و این مراتب برای ما مراتب دیده میشن، یک وجوده. و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک. و ما فرشتگان جز به فرمان پروردگارت نازل نمیشویم. آنچه پیش روی ما و آنچه پشت سر ما و آنچه میان این دو است همه به او اختصاص دارد. میگه اصلا هرچی هست اونه. جهان از جایی شروع نشده دوستان که بخواد در جایی تمام بشه. همه چیز نسبت به ما داره زمانمند پیش میره، وگرنه هستی خدا اصلا در قالب هیچ زمانی نیست. یعنی از حیث ذهن هست که حرکت و زمان معنی داره. این ظهور در بستر ذهن و زمان برای ما زمانمند و میلیاردی داره تجربه میشه. به خاطر همین میگم توی اصطلاحات گیر نکنید. اون حقیقت رو دریاب عزیز من. تمام واژه ها حجابن مگر تو از اونا گذر کنی و به حقیقت بی شکل پشت واژه ها که به واژه تنزل یافته برسی. حتی خود واژه خدا گاهن حس جدایی میاره. اینایی که بدون آگاهی و تفکر، بدون شناخت، بدون خودشناسی هی خدا خدا میکنن همش، اینا بیشتر در حجاب فرو میرن. مگر کسی که بشینه تعمق کنه و در واقع تفحص کنه، بفهمه منظور از این خدایی که ما هی میگیم خدا خدا یعنی چی. گاهن برخی عزیزان میشینن شروع میکنن به تصویرسازی از همین چیزایی که داره تدریس میشه. یه روزی ذاتی بوده، بعد این تصمیم میگیره به ظهور برسه، بعد فلان میشه، همینجوری تصویرسازی، داستان پردازی، این چیز اصلا اینا همه تصاویر خیالینه. شما باید حقیقت رو دریابی عزیز من. اشکالی نداره شما کلیت رو بدونید ها، خوبه، بد نیست، اما شما بیشتر باید روی این حقیقتی بی شکل تمرکز کنید تا روی اصطلاحات که از یه جایی شروع شده اینجا تموم شده. اینا همه اصطلاحات ذهنیه. روی این حقیقتی بی شکل تمرکز کنید، نه روی تصویری که از این حقایق در ذهن شما متبادر میشه.
در آیه 67 سوره زمر میفرماید خدا را آنچنان که باید به بزرگی نشناختن. اون منزه است و برتر از آنچه که با وی شریک میگردانید. و در این هستی ببینید در واقع ما اون خدا رو اونطور که باید نشناختیم و خدا شناختنی هم نیست، خدا تجربه کردنیه، واقعا شناختنی نیست. چون چیزی که حد داره به تعریف در میاد و چیزی که تعریف داره به شناخت در میاد. و این رو بدونید در این هستی عاشق و معشوق خود اون خداست. اونی که درون مولانا عاشق خدا شده کیه؟ خود خداست. اصلا مولانایی وجود نداره، من و توی وجود نداریم. خودشه که هی داره از طریق مثلا مولانا به درون خودش شیرجه میزنه و کمالات ذاتش شهود میشه و هی عشق بیشتری براش به تجربه در میاد. عشق وجودی خودش. عشق از چی میاد؟ از آگاهی. از آگاه شدن از یک کمالی که ما یک کمالی در کسی یا چیزی میبینیم عاشق میشیم. عشق درون مولانا از کجا اومد؟ این مولانا وقتی شهود کرد اون خدا رو، اون وجود رو در واقع تجربه کرد، یک کمالی رو تجربه کرد درونی دیگه، درسته؟ که این عشق ازش در درونش پدید اومد. ولی در حقیقت خود خداست به شکل مولانا که داره از وجود خودش آگاهی تفصیلی پیدا میکنه و هی عشق بیشتری رو تجربه میکنه. این هستی بازی خودش با خودشه، عشق خودش به خودش. و در این تجلی در واقع اون حقیقت بیشکل تبدیل شده به تعینات و شکل‌ها. مثل الان در واقع من بخوام مثلا مثالی بزنم، الان در مورد فرکانس ها بخوام بگم، مثال خوبیه برای اینکه بتونیم متوجه بشیم. همین فرکانس هایی که همین الان توی آسمونن، توی اتاق خودتن، فرکانس تلویزیون، رادیو، بیسیم الان اطراف ما هستن دیگه. یه دیش یا یه گیرنده فقط لازمه که شما روشن بکنی که اونو بگیره. اینا آیا شکل دارن، رنگ دارن، بود دارن، صدا دارن؟ هیچی نداره، هیچی نیست، غیب این فرکانس. ولی وقتی همین فرکانس وارد گیرنده تلویزیون میشه، گیرنده این فرکانس هایی که غیب هستن رو میاد تبدیل میکنه به تصاویر، به صدا، به رنگ ها، به اشکال، به اتفاقات توی تلویزیون، به رخدادها. و تمام اون تصاویر و اشکال و ابعادی که در تلویزیون میبینید، اون فیلم ها و صحنه ها همشون توهمن. اونا همشون تبدیل شده اون فرکانس بیشکل و غیب هستن، نه خود اون، تبدیل شده شن. این هستی هم در واقع تبدیل حقیقت بیشکل به تعینات و تصاویره، نه خودش، تبدیلشه، تبدیل شده. مثل برق، همون مثال برق که گفتیم، برق میاد میره توی لامپ روشن میشه، نور تبدیل شده یه برقه، ولی همزمان برق هم هست دیگه، همزمان برقه. اما این برق داره خودشو به این شکل نشون میده. این شکل اصالت نداره، برقه اصالت داره که داره خودشو به این شکل نشون میده. مثل همون پرده سینما، تصاویر و رنگ ها اصالت ندارن، اون نوره که اصالت داره که خودشو به شکل این تصاویر داره نشون میده. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. او اللهی است که غیر او هیچ خدایی نیست، فقط اوست که هست. همون وحدت وجود رو داره میگه. عالم الغیب و شهاده، او عالم به غیب و ظهوره، یعنی بر هر دو مرتبه آگاهی داره. عالمیت و آگاهیش هم درونیه، یعنی اینجوری نیست که از بیرون به همه چیز آگاه باشه، چون دوتا وجود که نیست دیگه، خودش ذات همه چیزه. علم خدا محیط بر همه چیزه. و در ادامه میفرماید هو الرحمن الرحیم، و او رحمان و رحیمه. رحمان یعنی هستی بخش، بخشاینده، و رحیم یعنی مهربانی، عشق. اگر سه تا تجلی ذاتی و صفاتی و افعالی در واقع در جلسه قبل که براتون توضیح دادیم رو یادتون باشه، که گفتیم خداوند از طریق سه تا تجلی به این مرتبه رسیده: تجلی ذاتی، تجلی صفاتی و تجلی افعالی. اگر یادتون باشه به راحتی متوجه میشید که این آیه اشاره به تجلی ذاتی خدا داشت. به چه شکل؟ حالا تفسیرش میکنیم. ما گفتیم ابتدا آگاهی ذات بر ذات تابید که تجلی ذاتی رخ داد. در این آیه میگه عالم الغیب و شهاده. یعنی عالم یعنی چی؟ یعنی آگاهی. عالم، آگاهه. رحمان و رحیم یعنی چی؟ رحمان یعنی هستی بخشی و رحیم یعنی مهربانی، یعنی عشق. همونطور که قبلا گفتیم وقتی میگیم عشق چطوری در ما پدید میاد؟ عشق چطور میخوایم تفسیر کنیم اصلا چطوری ما کشش داریم به یه چیزی. ما یه کمالی در کسی یا چیزی میبینیم، یعنی آگاه میشیم بهش، بعد به واسطه آگاه شدن ما از کمالی که در اون فرد یا اون چیز هست، عشق در ما پدید میاد. درسته؟ شما وقتی یه زیبایی میبینی،
یک کمال میبینی، از کجا میفهمی اون چیز زیباست؟ یا از کجا میفهمی یک کمالی داره؟ تا آگاه نشی به زیباییش، تا آگاه نشی به کمالش، که نمیتونی متوجه بشی زیباست یا کمالات داره دیگه. پس عشق هم پدید نمیاد در تو. حالا فقط مسئله ظاهری نیست، حالا یک کمال باطنی طرف داره. بخوایم مثلا ما مثال ظاهری بزنیم، تا چادرش از روی صورتش کنار نزنه که تو آگاه نمیشی از زیبایی چشاش دیگه. تا صحبت نکنه که تو آگاه نمیشی از زیبایی کلامش، از زیبایی صداش. تا فلانی هنرش نشون نده، به هنرش که آگاه نمیشی دیگه تو به این کمالی که درش هست. پس خود تشخیص زیبایی، خود تشخیص کمال برابر با آگاهی. یعنی تشخیص مساویه با آگاهی. تشخیص همون آگاهیه، سیستم شناسایی همون آگاهیه. یعنی تو آگاه میشی به زیبایی که زیبایی رو تشخیص میدی، تو آگاه میشی به کمال که کمال رو تشخیص میدی. خود شناسایی و تشخیص مساویه با آگاهی. اگر بری توی زیرزمین که تاریکه و آگاه نباشی یه فرد زیبا تو اون تاریکی نشسته، اصلا نمیتونی عاشقش بشی. اما تا چراغ رو روشن میکنی، آگاهی تو بر چهره زیبا میتابه، از زیبایی آگاه میشی، عاشقش میشی. در واقع این روشنایی چراغ نبود که باعث شد تو زیبایی رو تشخیص بدی، بلکه روشنایی باعث شد تو آگاه بشی از زیبایی. یعنی آگاه شدن تو از زیبایی تشخیص زیبایی رو برات ممکن ساخت. پس عشق مساوی است با آگاه شدن از کمالات و زیبایی. درسته؟ عاشق یه چهره، عاشق یه نقاشی، یه معماری یا هر چیز. پس این آیه یعنی آگاهی بلاوی عشق. پس وقتی میگه عالم الغیب و شهاده، یعنی آگاهی. عالم غیب و شهاده، آگاهی. و وقتی در ادامش میگه هو الرحمن الرحیم، یعنی عشق. یعنی زمانی که ذات آگاه خدا، همون غیب که هیچ تعریفی ازش نمیشه کرد، بر ذات خود میتابه، آگاه میشه بر کمالات ذات. بعد از این آگاه شدن از کمالات ذاتش چی پدید میاد؟ عشق پدید میاد. به زبان ذهنی خودش عاشق خودش میشه و این منجر به هستی بخشی میشه. یعنی خود این عشق هستی بخشیه. این هستی عشق خداست، نمایان شدن کمالات وجودی خداست. یعنی این هستی فوران عشق الهیه، فوران کمالاته. پس از طریق تابش آگاهی به کمالات ذات، در واقع اون کمالات ظاهر میشن دیگه. چرا قوه رو آگاهی میندازه روش، الان خدا داره کمالات ذات خودش رو میبینه، عشق پدیدار میشه. این عشق، این در واقع تکثر کمالاته که مندک و مندمج بودن، اومدن خارج شدن. یعنی هر چی عشق درونشه فوران کرده، زیبایی های درونش پدیدار شدن و این پدیداری عشق خودش رو به شکل اسما و صفات یا همون انرژی های ماورایی متجلی کرده. بعد همین انرژی ماورایی یا همین اسما و صفات فرقی نمیکنه، اینا متجسد میشن جهان ماده. چقدر زیبا، چقدر زیبا واقعا. پس این عشق از درون آگاهی پدیدار میشه. این آیه نماینده و معرف همون تجلی ذاتیه. و جالب اینجاست که دقیقاً در آیه بعدی، یعنی ادامه این آیه میفرماید هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. اگر دقت کنید در این آیه خدا مساوی میشه با صفات. میگه او کسیه که این صفاته. شروع میکنه به گفتن صفات جدا جدا. ملک، قدوس، سلام، مؤمن، مهیمن، عزیز، جبار، متکبر، همش شد صفت. ای بابا ذات که صفت نداشت، چی شد پس؟ مگه نگفتین ذات بی صفته؟ اینجا داره تجلی صفاتی خدا رو میگه. یعنی اون وجود بی صفت و ذاتی که بعد از تجلی ذاتی میاد به ظهور در میاد. تجلی ذاتی به تجلی صفاتی نزول پیدا کرد و به ظهور رسید به شکل اسما و صفات، به شکل نیروهای ماورایی. فرقی نمیکنه. یعنی اون وجود ویژگی‌های مندک و مندمجش به مرتبه ظهور و تفکیک رسید. یک وجود خودشو با وجوه مختلف داره نشون میده که این وجوه مختلف همون انرژی‌های ماورایی یا اسما و صفات هستن. اسم، صفت، ویژگی هر سه یکی هستن، فرقی نمیکنه. صفات نوری مثل بخشندگی، مهربانی، عشق، صبر، همه صفات نوری و نیکن که البته ذهن ما چنین نامگذاری میکنه ها. اونا یه چیز دیگه ان، یعنی جنسشون ورای این واژه‌ایه که ما براش انتخاب کردیم. بعد همین انرژی های ماورایی وقتی متجسد میشن، متراکم میشن، مثلا میشه درخت، میشه آب. بعد میگیم این درخت تجسد صفت بخشندگی خداست چون میوه میده. این درخت تجسد صفت عشق خداست چون سایه میده. یا آب رو میگیم تجسد صفت حی خداست، صفت زنده، زندگی بخش آب دیگه.
خود صفات حقیقی هستند دوستان ها، خود صفات حقیقی هستند، اما این واژه لفظ قراردادیه. خود لفظ میتونست چیز دیگه باشه. شما وقتی صعود میکنی فراتر از این مفاهیم و واژه ها رو تجربه میکنی. بنابراین آیه بعدی، یعنی ادامه اون آیه قبلی، تجلی صفاتی رو داره میگه. دقت کنید قرآن جایی که از ذات داره میگه از واژه هو استفاده میکنه، یعنی از صفت حرفی نمیزنه. قل هو الله احد. اینجا منظور الله ذاتیه، هیچ صفتی رو براش قائل نمیشه. اما جایی که این وجودی بی شکل و بی صفت میاد خودش رو به شکل صفات ظاهر میکنه، قرآن از این مرتبه وجود با صفات یاد میکنه. یعنی اینجا دیگه الله برابر میشه با اسما و صفات نوری. این مرتبه از اون الله، این مرتبه از اون ذات. همش صفت میگه، رحمان، رحیم، مالک، جبار، قدوس، مهربان، بخشنده، بردبار، ودود، دوست. اینجا الله وصفیه، الله ذاتی نیست. یعنی مرتبه ظهوری اون ذات یک وجه داره خودشو به وجوه مختلف نشون میده. اینجا داره وجوه مختلف در واقع همون صفات هستن دیگه، همون انرژی های ماورایی هستن دیگه، که اون وجود بی صفت و بی شکل اومد خودشو به این شکل داره نشون میده. پس توی قرآن الله برابر با کلمه خدا نیست، برابر با واژه خدا نیست. الله در قرآن جایی که میگه قل هو الله احد یعنی صفتی نمیگه، اونجا ذات الهی رو داره میگه. و در جاهایی که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان، رحیم، این همه صفتن دیگه. اینجا الله مساوی میشه با صفات، یعنی داره اون مرتبه ظهوری، اون وجود بی شکل رو در حقیقت میگه که اومده به شکل این صفات خودشو داره نشون میده. پس الله در قرآن برابر با جامع جمیع تمام اسما و صفات نوری، جامع جمیع تمام کمالات، مثل نیکی، عشق، مهربانی، بخشندگی، صلح، آزادی، رهایی، یعنی نهایت همه اینا. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام اللهی که مساوی است با رحمان و رحیم. الله در قرآن برابر بود با جامع جمیع کل کمالات دیگه، جامع جمیع کل صفات نوری. هر چی کمال و صفات نیک میشناسید همه رو یه جا کنید به صورت یه پکیج میشه الله. الله به این معنیه. و در قرآن هر بار چند تا از صفات درون این پکیج رو نام میبره. یه جا میگه الله برابر با رحمان، یه جا میگه الله برابر با رحیم، یه جا میگه الله برابر با بردبار. این الله همه ایناست. در بسم الله الرحمن الرحیم هم میفرماد به نام اللهی که بخشندگی و مهربانیه. ترجمه درستش اینه، نه اینکه خدایی که بخشنده و مهربان است. در اصل اینه به نام اللهی که بخشندگی و مهربانیه، یعنی خود این بخشندگی و مهربانی اللهه. بخشایندگی توی این رحمان رو میخوایم بگیم، این بسم الله الرحمن الرحیم، بخشایندگی همون هستی بخشی خداست. یعنی اون وجودی که از ذات به ظهور رسید و خودش رو به شکل این ظهورات نشون داد. پس این ظهورات هستیشون رو از اون ذات گرفتن دیگه. اینجا هستی بخشی رخ داده. پس منظور از رحمان در بسم الله الرحمن الرحیم همون سیر نزولی هست و منظور از رحیم یعنی عشق، مهربانی. پس رحیم مساوی است با سیر صعودی، یعنی زمانی که شما این سیر نزولی رو، همون رحمان، میای پایین، بعد میای این سیر نزولی رو برعکس این سیر، خود این سیر نزولی به صورت صعودی میری که سیر سلوک یعنی همین، یعنی این سیر نزولی رو بیای برعکس برگردی، عشق وجودی این ذات رو تجربه میکنی دیگه، میشه رحیم. رحیم در تو فعال میشه. رحمان شد سیر نزولی، رحیم شد سیر صعودی. عشق رو مثل مولانا تجربه میکنیم که خواهیم گفت چطور انشالله، اینا رو همه رو توضیح خواهیم داد. پس رحمان سیر نزولی بود و رحیم سیر صعودی. پس آیه دوم نماینده تجلی صفاتی بود. تا اینجا هنوز به ماده تبدیل نشده، به جهانی که میبینید همچنین هنوز صورت علمی داره که منظور از صورت علمی رو در جلسه قبل خدمتون کامل عرض کردیم. این تجلی دوم که ازش با نام صفات یاد میشه، میدانهای خلاق کوانتومی بدون جرمن، انرژی‌های ماورایی، نیروهای ماورایی. بعد این نیروها میان بیشتر نزول پیدا میکنن، متجسد میشن، متراکم میشن جهان ماده. یعنی اون انرژی‌های ماورایی بدون جرم میان منقبض میشن، متراکم میشه، انرژی‌های جرمدار رو تشکیل میده. همین انرژی جرمدار، همین پدیده‌های مادی، هر چی میبوییم، میشنویم، حس میکنیم، آسمون، زمین، سیارات، حیوانات، اشیا، کهکشان‌ها، من، تو، اینا تجسد و تراکم اسما و صفات بی جرم هستن، یا همون تجسد انرژی‌های ماورایی بی جرم. هر چی که هست و نیست از این بدن گرفته تا هر چی که میشنوی و میبویی، حس میکنی و میچشی و لمس میکنی، همه تجسد اون انرژی هاست.
تجسد اون اسماء در واقع. یعنی دقیقاً آیه بعدش خیلی عجیبه که اینا پشت سر هم اومده. آیه بعد میگه هو الله الخالق الباری المصور، یعنی او الله مصوره. اینجا الله مساوی میشه با تصویرگر، به شکل تصاویر خودش نشون میده. اینجا دیگه داره از تصویر حرف میزنه، از شکل، از تبدیل صورت علمی به عینی به تصویر، از تبدیل حقیقت بی شکل به تصویر. این مرتبه افعالی رو داره میگه، این فعل خدا رو داره میگه، یعنی این جهان ماده. دقت کنید چقدر زیبا توی آیه اول تجلی ذاتی، بعد تجلی صفاتی، بعد تجلی افعالی. یعنی همین جهان ما، این تجلی افعالی همین جهان ماست. چقدر زیبا پشت سر همین سه تجلی رو گفت. به این علته که من میگم در هیچ کتابی من نتونستم اینقدر زیبا روی عرفان رو واقعا پیدا کنم. هر چی که عرفای شرق و غرب میگن در این قرآن کدگذاری شده، گاهن واضح هم گفته نشده، چون عرب اون زمان بلوغش نداشت. یه جورایی این آیات با حالت کدگذاری شده بیان شده. این که میگم کدگذاری، نه اینکه مثلا لابلای کلمات رمز گذاری شده، نه، یعنی خدا میگه خردمندا با عقل و تفکرشون فقط میتونن منظور این آیات رو متوجه بشن. ولی ما متاسفانه انقدر درگیر آیات متشابه شدیم که چسبیدیم به این که اول باید آب رو دست چپ بریزیم، بعد رو دست راست بریزیم، اصلا همین چرت و پرتا. یعنی خیلی‌ها هنوز نتونستن ذاتیات قرآن رو متوجه بشن. پس این وجود قابلیت‌های خودشو داره اینجا به نمایش میذاره، قابلیت‌هایی که مندک بود، مثل یه نقاش که قابلیت نقاشی درونش مندمج، دیده نمیشه، اصلا نیست، صفر. اما وقتی نقاشی میکشه این قابلیت رو به ظهور میرسونه، آگاه میشه از قابلیتش. تا قبلش آگاهش به این کمالش اجمالی بود. و تمام این اسما و صفات و تمام این عالم همه درون تو هن. من اینو میخوام بهتون بگم، بیرون نیستن. و علم الآدم اسماء کلها، همه اینها درون انسان قرار داده شده. شما وقتی زیبایی اون بیرون میبینی یک کمال دیگه. اگر این زیبایی در نهایت فطرت ما نباشه که ما نمیتونیم اون زیبایی رو تشخیص بدیم دیگه. شما وقتی یه سیستم طلا یاب داری، اگه الگوریتم طلا توی اون سیستم شناسایی در واقع طلایاب نباشه، خود الگوریتم نباشه، که این سیستم شناسایی نمیتونه طلا رو تشخیص بده دیگه. چرا سنگ رو تشخیص نمیده؟ چرا فقط طلا رو تشخیص میده؟ نهایت ذات ما هم حضرت حقه. شما حتی وقتی بدی ها رو تشخیص میدی بازم به خاطر زیبایی درونته، چون زیبایی درونت این تناقض رو داره احساس میکنه، میگه این اون چیزی که من تو ذات منه نیست، این یه تناقضی میبینه، داره آلارم میده، خودش رو به شکل احساس بد نشون میده. پس نهایت ذات ما هم حضرت حقه، خودشه، تجربه کننده خودشه. اون زیبایی بیرونی در فطرتمون هست که تشخیصش دادیم، حس خوب بهش داریم، یه صفت خوب در کس میبینیم میگیم به چقدر این آدم بخشنده است، چقدر مهربانه، چقدر صادقه، چقدر اهل یاری رسانیه. حتی بدترین آدم جهان باشه کمال و زیبایی رو تشخیص میدی و بدی رو متوجه میشی. فالهمها فجورها و تقواها. هر کسی در ذات خودش میدونه چی بده چی خوب، چه معماری زیبایی، چه موسیقی قشنگی. حتی موسیقی اگر از کوک خارج بشه تو میفهمی، حتی اگه اهل موسیقی نباشی. یعنی صفت نظم ذاتی تشخیصش میده، میگه این تو هارمونی نیست. ما قراره به منشأ این زیبایی، به منشأ این شادی، به منشأ این کمال وصل بشیم. یعنی سیر و سلوک میخواد این کارو بکنه. بعضیا فکر میکنن در این مسیر باید از دنیا و مادیات دست بکشن. اصلا اینطوری نیست دوستان. ببینید قصه نخورید. بعضیا میترسن، به خاطر همین ترسشون وارد سیر و سلوک نمیشن. این تنها دلیلیه که خیلی‌ها میترسن سمت سیر و سلوک معنوی بیان، سمت خدا بیان، سمت معنویت بیان. چون متاسفانه رسانه‌ها همیشه این رو به ما نشون دادن که اون کسی که پول داره، یکی داره بیلیارد بازی میکنه، مثلا یه عالمه مثلا زن دور و برشن، هرزه است، خرابه، دزد، مال مردم خوره، بعد اونی که با خداست یه آدم بدبخت بیچاره فقیر نشسته 2 لقمه نون پنیر میخوره، پای نماز سرشو میگیره بالا. این باعث شده ما چنین فکری بکنیم، یا فکر کنیم عرفان یعنی اینکه تو باید بری توی غار و بعد لباس پاره بپوشی و دنبال مادیات نباشی، خونه خوب تعطیل، ماشین خوب تعطیل، زندگی خوب تعطیل. اصلا اینجوری نیست دوستان. من جلسه رو در همین زمینه تدارک خواهم دید تا تمام شبهات شما در این زمینه رفع بشه، حتی از خود قرآن و از خود عرفان ثابت میکنم به شما. چون خیلی از عزیزانی که این مسئله رو تدریس میکنن اصلا به این مبحث مهم اصلا اهمیت نمیدن، یا حتی ردش میکنن، میان 1 ساعت بر ضد مادیات سخنرانی میکنن.
خب طرف هم توی همین کشور با این اوضاع سخت اقتصادی داره زندگی میکنه، میگه ولش کن بابا، گور پدر معنویت، من بدون شبم محتاجم، این میگه از دنیا دست بکش. چرا دست بکشم؟ وقتی میتونم لند کروز سوار بشم، من چرا باید بیام پراید سوار بشم تو جاده جون خودم رو به خطر بندازم؟ خب همینطوری این حرفا رو میگیم که مردم از معنویت و سیر سلوک زده میشن دیگه. آقای ایکس میاد توی تلویزیون، میاد سخنرانی، خودم دیدم، میاد میگه که اگر شما مثلا گوشیتون ساعت داره دیگه ساعت نخرید برای خودتون، دستتون نکنید، چرا اسراف کنید؟ اگه مثلا شما، مثال میزنم، یا اگه ساعت توی دستتون هست گوشی میخواین چیکار؟ نیاز نیست دیگه، چرا بیارید از الکی؟ خب این حرفا رو میگی، مردم بدبین میشن به معنویت، میگن این معنویت اینه یعنی. حالا در موردش صحبت خواهیم کرد که خود همین امامای ما، خود همین پیامبرا، اینا خودشون چقدر پولدار بودن. معنویت این نیست که ما از پول دست بکشیم، معنویت اینه که ما برده پول نباشیم و اونو ابزاری بکنیم برای رشد معنوی خودمون. حالا در موردش در یک جلسه به خصوص صحبت خواهیم کرد. الان اینجا در واقع بحثمون این نیست. و من ناراحتم و به بعضیا میگم آقا شما تا وقتی که قلب عرفان و معنویت و قرآن رو متوجه نشدی، اصلا اجازه نداری بیا اینا رو برای مردم تدریس بکنی و باعث بشی بدبین بشن به این مسیر. حقیقت اینه که ما اصلا قرار نیست چیزی رو نفی بکنیم یا رد بکنیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه یعنی چی؟ یعنی چی؟ این آیه رو به من تفسیر کن. یعنی خدای اول بهترین ها در دنیا، فی دنیا، بعد بهترین ها در آخرت. چرا اول نمیگه آخرت؟ چون آخرت از همین دنیا شروع میشه. ما قرار نیست چیز رو نفی کنیم، ما قرار فقط هوشیار باشیم، بیدار باشیم، از همه چیز هم استفادهمون رو ببریم، اما هوشیار باشیم و از ماده برای صعود استفاده بکنیم. اگه بد بود که آفریده نمیشد. ازش هم در راه رفاه خودمون، هم آزادی مالی خودمون و هم معنویتون استفاده کنیم. چه اشکالی داره؟ مشکل جایی به وجود میاد که ما برده مادیات میشیم. و اینو بدون، وقتی تو به اون بیداری برسی، به مقام کن فیکان الهی میرسی. هر چی که بخوای میشه، هر چی که حواسش از ذهنت عبور کنه خلق میشه. اراده تو با اراده خدا یکی میشه. این اتفاقی که برای کل عرفا رخ داده و همه میدونن. اونجا نیاز نیست بدوی دنبال چیزی، خودش میاد، چون تو به وحدت وجود رسیدی، با همه چیز و همه کس یکی شدی، حتی با اون چیزایی که طالبشون هستی. تا جلسه بعد شما عزیزانم رو به دستان قدرتمند پروردگار میسپارم. و السلام.